سلام، شبتون بخیر. ما به دلایل متعددی اشتیاق زیادی برای خواب داریم. خواب سیستم ایمنی ما رو تقویت میکنه و ذهن فعال ریشه مشکلات خوابه. تا حالا متوجه شدین بعضی روزای پر استرس تا سرمون رو روی بالش میذاریم ذهنمون شروع به فوران میکنه. اصلا مهم نیست که چقدر خسته ایم. پس برای رسیدن به یه خواب آسوده در یه وضعیت راحت قرار بگیرید. بیایید با هم به یه خواب آسوده برسیم. دست‌ها رو به آرومی روی زانو یا پا بذارید. بالا تنه رو صاف و استوار قرار بدید. قفسه سینه شل و راحت. بذارید بدن به راحتی استراحت کنه و نفس راحت بیاد و بره. چند نفس عمیق طولانی بکشید تا در این لحظه ثابت و ساکن باشید و راحتی خودتون رو توی جایی که هستین پیدا کنید. دم عمیق و بازدم کامل. اجازه بدین اگه تنش یا گرفتگی هست از بین بره. دم عمیق و بازدم کامل. حالا اجازه بدین ریتم تنفس به حالت طبیعی برگرده. بذارین سبک و راحت بشه. سعی نکنین به هیچ نحوی تغییری درش بدین. برای چند لحظه آینده فقط تمرکز رو روی حس تنفس قرار بدین. در حالی که توجه رو قسمت به قسمت متمرکز میکنین، اسکن بدن رو شروع میکنین. توجه رو به بالای سر بیارید. هرچه در این ناحیه رخ میده رو حس کنید. ممکنه سوزش یا گرما، ضربان یا لرزش‌های کوچیکی باشه. ممکنه حس شدیدی باشه یا حتی ممکنه اصلاً چیز زیادی حس نکنی. توجه رو به پیشونی و چانه بیارید. بذارید عضلات این قسمت شل بشن. در بازدم بعدی بذارید اون حس از میون بره. دوباره توجه رو به بالای سر بیارید. هر چه در این ناحیه رخ میده رو حس کنید. ممکنه سوزش یا گرما، ضربان یا لرزش های کوچیک باشه. ممکنه حس شدیدی باشه یا حتی ممکنه اصلاً چیز زیادی حس نکنی. در بازدم بذارید به آرامش برسه. توجه رو به پیشونی، صورت و چانه بیارید. بذارید عضلات صورت شل بشن. در بازدم بعدی آروم و رها صورت رو رها کنین و توجه رو با دم بعدی به گردن بیارید. اجازه بدین گلو، کناره ها و پشت گردن با بازدم شل بشه. دقت کنید روی پوست یا درون اون چه حسی دارید. حالا توجه رو به سمت شونه ها بیارید. هر تنش یا سفتی که هست رو تشخیص بدید. نفس رو به داخل شونه ها بکشید. اگه در قسمتی حس گرفتگی یا انقباض وجود داره،
بذارید شل و رها بشه. توجه رو به بازوها هدایت کنید. به سمت مچ دست، کف دست و انگشت ها برید. با بازدم بعدی اجازه بدین این قسمت ها هم شل و رها بشه. به قفسه سینه بیاید. با هر نفس بالا رفتن و پایین اومدن سینه رو مشاهده کنید. توجه کنین ریه ها چطور باز و جمع میشن. توجه رو به کتف و پشت هدایت کنید. ممکنه توی این قسمت ها گرفتگی وجود داشته باشه. چون این قسمت ها جاییه که ما معمولاً استرس هامون رو نگه می‌داریم. اگه تنش، گرما یا ناراحتی در اینجا وجود داره، ازش آگاه بشید. سعی کنین با هر نفسی که میکشین کمی بیشتر شلش کنین. توجه رو به شکم بیارید. دقت کنین که چطور وقتی از هوا پر میشه بالا میاد و بعد موقع بازدم به آهستگی خالی میشه. توجه رو به لگن بیارید. دقت کنید بدنتون با صندلی یا بالشتک چطور تماس پیدا میکنه. نفس رو به داخل لگن هدایت کنید. در سکوت و آرامش مسیری که نفس از بینی ها تا لگن طی میکنه رو نظاره گر باشید. حالا پاها رو اسکن میکنیم. به رانها توجه کنید. دقت کنید اونها کجا با صندلی یا بالشتک تماس دارن. توجه رو به پایین تر به سمت زانوها، ساق پا و ماهیچه پشت پا ببرید. بذارید پاها شل و رها، آروم باشن و تنش‌ها از بین برن. در نهایت نفس رو به داخل مچ پا و داخل انگشت پا بکشید و بذارید آروم و شل بشن. در یک حالت آگاهی آرامش بخش غرق بشید. توجه رو آروم کنید. به آهستگی آگاهی رو به انگشت‌های دست‌ها و پاها بیارید. آروم تکونشون بدین. و هر وقت که آماده بودین چشمهاتون رو باز کنید. به خاطر انجام این مدیتیشن بهتون تبریک میگم. بهبود مشکلات خواب به زمان نیاز داره. مثل برنامه ورزشی و رژیم گرفتن به یه برنامه برای رسیدن به بهداشت خواب نیاز داریم. حتما در یه روز دیگه در مورد بهداشت خواب بخونید. شبتون بخیر.